بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما گرامیان. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال موفق و پیروز و سربلند باشید. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه یک بار دیگر این فرصت رو نصیب راه ما قرار داد تا به همراه شما گرامیان در درسی دیگر از درس‌های شرح معانی آیات سوره مبارکه البقره همراه بشیم با آیات دیگر از این سوره مبارک. در برنامه‌های گذشته به همراه شما عزیزان جزء اول کلام الله مجید رو به پایان رساندیم و تا پایان آیه 141 رو پیش رفتیم و از این درس به بعد و از این برنامه به بعد بیاری الله متعال با آیات جزء دوم در خدمت شما سروران خواهیم بود با آیه 142 به بعد از این سوره مبارک. در جزء اول الله متعال در سوره مبارکه بقره بعد از اینکه قرآن رو برای ما معرفی فرمود و مخاطبین قرآن رو به سه دسته تقسیم نمود که عبارت بودن از مؤمنین و کفار و منافقین و بعد از آن دعوت کرد همه انسانها رو به وحدانیت الله متعال و پذیرفتن رسالت انبیای الهی در موضوع توحید. ابتدای آفرینش رو الله متعال اشاره کرد و داستان خلقت آدم علیه السلام رو برای ما بیان نمود و اینکه ما انسانها چگونه روی زمین آمدیم. سپس داستان بنی اسرائیل شروع شد از آیات 38 به بعد و حدود 80 آیه رو ما درباره بنی اسرائیل داشتیم. بعد از این که الله متعال صحبت از استخلاف و خلافت انسان روی زمین داشت برای ما در میان فرزندان آدم علیه السلام از بنی اسرائیل یاد کرد و از مسیحیان و یهودیان گفت و اینکه چگونه اینها با پیامبران الهی رفتار کردند و چگونه نعمتهایی رو که الله متعال به آنها داده بود خصوصا یهودیان از بنی اسرائیل اینها انکار کردن و نافرمانی کردن و دستورات الهی رو نادیده گرفتن و حتی دست به قتل انبیای الهی هم بردن. به تفصیل آیات رو در این باره صحبت کردیم تا اینکه در پایان جزء اول در 2 صفحه و نیم آخر الله متعال برای ما صحبت از ابراهیم علیه السلام نمود. بعد از اینکه داستان بنی اسرائیل رو به تفصیل با جزئیاتی که گذشت بیان نمود، الله متعال برای ما از ابراهیم علیه السلام سخن به میان آورد. ابراهیمی که آن پیامبر بزرگوار الهی رو هم یهودیان هم مسیحیان و هم مشرکین مکه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم احترام داشتند و به نحوی خود رو منتسب به ایشان می‌دانستند و نسبت می‌دادند به ایشان و پیرو ابراهیم علیه السلام می‌شمردند. الله متعال برای ما از ابراهیم علیه السلام گفت و از رسالت ابراهیم علیه السلام، جایگاه ایشان، امامتشان در موضوع توحید و رسالت انبیای الهی و همچنین کارهای بزرگی رو که انجام داده بود و خصوصا موضوع کعبه و تجدید بنای کعبه به همراه فرزند گرامیشان اسماعیل علیه السلام و همچنین ما دعای ابراهیم علیه السلام رو داشتیم که از الله متعال خواست در میان نسل او و اسماعیل علیه السلام پیامبری مبعوث دارد تا آیات کلام الله متعال رو بخواند و به آنها تعلیم دهد و آنها را حکمت بیاموزاند و تزکیه نماید. و در ادامه دیدیم که چگونه ابراهیم علیه السلام وصیت نمود فرزندان خود رو، اسماعیل و اسحاق رو و همچنین آنها فرزندان خود رو و یعقوب علیه السلام فرزندان خود رو. و در صفحه آخر جزء 1 الله متعال اون ادعای یهودیان و مسیحیان رو
که میگفتن اگر میخواهید هدایت بیابید باید یهودی باشید و یا مسیحی باشید، به نقد گرفت و رد کرد و فرمود که تنها کسانی بر مسیر هدایت هستند که با مانند کسانی که به محمد مصطفی علیه السلام ایمان آوردند، یاران و صحابه او، ایمانی به مانند ایمان آنها بیاورند و در این مسیر قرار گیرند. این خلاصه آنچه بود که در جزء اول ما داشتیم. در ابتدای جزء دوم داستان با یک موضوع بسیار مهم شروع میشه. در ادامه همین سخنها و در ادامه همین صحبتها و مسیر، الان صحبت هست در ابتدای جزء دوم صحبت می شود از محمد مصطفی علیه السلام و امت او، امتیان او، صحبت از آنها می شود و ارتباط آنها با ابراهیم علیه السلام. در ادامه مسیر ابراهیم علیه السلام و در ادامه آیاتی که موضوع ابراهیم علیه السلام بود، صحبت از قبله می شود، صحبت از تغییر قبله می آید، صحبت از کعبه می آید دوباره. گویی که در آیات گذشته وقتی که صحبت از ابراهیم علیه السلام شد از آیه 124 به بعد و صحبت از این شد که امر شد ابراهیم علیه السلام و فرزند نازنینش اسماعیل علیه السلام به نظافت خانه کعبه، صحبت از مقام ابراهیم آمد، صحبت از دعای ابراهیم علیه السلام درباره مکه آمد و آیاتی که به تفصیل صحبت کردیم، 125 126 127 28 29 اینها ابراهیم علیه السلام چگونه دعا کرد. گویی که اون آیات و اون داستان مقدمه است برای این موضوعی که در ابتدای جزء دوم مطرح می شود، موضوع تغییر قبله مسلمانان از مسجد الاقصی به مسجد الحرام در مکه مکرمه، از مسجد الاقصی در قدس شریف در سرزمین شام، در سرزمین فلسطین، به سوی مکه مکرمه و به سوی مسجد الحرام. میدانید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در 13 سال حضورشان در مکه مکرمه نماز رو به سوی مسجد الاقصی می‌خواندند. نماز در همون ابتدای نزول آیات وحی، نماز هم برای رسول الله صلی الله علیه و سلم تعلیم داده شد. جبرئیل علیه السلام به رسول الله علیه السلام چگونگی نماز خواندن رو تعلیم دادن و مسلمانان نماز می‌خواندند. نماز قبل از اینکه در شب معراج که بنا به قول راجح در سال دهم بعثت 10 سال بعد از پیامبری رسول الله علیه السلام، وقتی که ایشان 50 سال بود عمر مبارکشان، اتفاق افتاده است شب معراج. نماز در شب معراج واجب گشت. بعد در اون سفر معجزه آسای رسول الله صلی الله علیه و سلم به مسجد الاقصی در یک سفر زمینی در پاره‌ای از شب که به اسراء معروف است و سفر شبانه، و بعد از او ادامه این سفر به سوی آسمان از مسجد الاقصی در سفر معراج که در سال دهم بعثت اتفاق افتاد، نماز واجب شد. قبل از او هم نماز بوده است. نماز از همان ابتدای رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت مختلفی در سیرت وجود دارد که نشان می‌دهد رسول الله علیه السلام قبل از اون هم نماز داشتند. ما مثلا درگیری صحابه رو با مشرکین در هنگام نماز ما داریم در همون ابتدای دعوت علنی، و همچنین مثلا نماز خواندن رسول الله علیه السلام در کنار کعبه و آزار و اذیت مشرکان، و همچنین ما روایت‌های مختلف دیگری در این باب داریم، من جمله روایت بازگشت رسول الله علیه السلام از سرزمین طائف در اون تلخ‌ترین روز حیات زندگی رسول الله علیه السلام، روز طائف که عنوان تلخ‌ترین روز حیات خود از آن یاد کردند و بعد آمدن آنها در وادی النخله در بین سرزمین طائف و مکه مکرمه که نماز می‌خواندند و جنها آمدن و اونجا تلاوت رسول علیه السلام رو در نماز شنیدند و رفتند که داستانش در پایان سوره مبارکه الاحقاف می آید و بخشی در سوره مبارکه جن به این موضوع اشاره می شود. اینها همه قبل از شب معراج اتفاق افتاده و همینها دلایلی است که نشان می دهد رسول الله علیه السلام نماز می خواندند. حتی مادرمان ام المؤمنین خدیجه رضی الله عنها هم به همراه رسول الله علیه السلام نماز می خواندند. نماز در مکه مکرمه 13 سالی که رسول الله علیه السلام در مکه مکرمه بودن، قبله به سوی مسجد الاقصی بود. اما رسول الله علیه السلام از اونجایی که دوست داشت کعبه رو هم و کعبه
قبله ابراهیم علیه السلام بود و اولین قبله‌ای که بالاخره ابراهیم علیه السلام او رو بنا کرد و الله متعال می‌فرماید ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین در آیه 96 سوره مبارکه آل عمران. اولین خانه‌ای که برای عبادت انسان‌ها روی زمین بنا نهاده شده بود خانه کعبه بود و قدمت داشت و بالاخره یادگار ابراهیم علیه السلام و تجدید بنا شده بود. رسول الله علیه السلام دوست داشتن که کعبه رو هم داشته باشن. امر الهی به سمت قدس بود و رسول الله علیه السلام امر الهی رو ادا می‌کرد، هم اطاعت می‌کرد از امر الهی و دستور الهی، هم اون محبت و رغبت و علاقه خود به کعبه رو هم در نظر می‌گرفت. به همین جهت در اون قسمتی نماز می‌خواند، یعنی خانه کعبه 4 دیوار دارد، در اون سمتی اون دیواری نماز می‌خواند که وقتی رو به اون دیوار می ایستاد هم رو به کعبه بود و هم رو به مسجد الاقصی. از اونجایی که کنار خانه کعبه بالاخره به صورت دایره‌ای نماز خوانده می‌شود، شما اگر در ضلع رکن یمانی و حجر الاسود، یعنی اون قسمتی که حجر الاسود هست کنار در کعبه، اگر شما روبروی در کعبه بایستید، دیوار سمت چپ، دیواری که روبروی شماست، نه این دیوار که خب در داره، این دیوار نه، دیوار سمت چپ شما، این می شود دیوار بین رکن یمانی و حجر الاسود. حجر الاسود سر نبش قرار میگیره، در زاویه سمت چپ قرار میگیره و اون طرفش میشه رکن یمانی که این دیوار رو به تپه صفا قرار میگیره، همون جایی که الان هم ائمه مسجد الحرام اونجا می ایستند و نمازها رو اونجا امامت میکنن. عادتاً اگر کنار کعبه نیایند، اگر بخوان که در فاصله از کعبه نمازهای مثلا در ایامی که شروع میشه در مراسم حج، خصوصا در رمضان و هرچی شلوغ‌تر میشه، امام ها در کنار کعبه نمیستن، روبروی در اون ضلع میستن. در اون ساختمان وقتی میستن رو به این ضلع هستن، رکن یمانی و حجر، دقیقاً میشه به سمت تپه صفا. اگر کسی در اون قسمت نماز بخواند رو به کعبه، همزمان هم رو به کعبه است، هم مسیرش ادامش میشه به سمت شمال، میشه به سمت مسجد الاقصی. به تعبیر دیگر ضلع جنوبی کعبه، اگر شما رو به ضلع جنوب کعبه نماز بخوانید، همزمان هم به سمت کعبه نماز خوانده اید، هم به سمت مسجد الاقصی، چون امتدادش میشه به سمت شمال، به سمت مسجد الاقصی. در مکه مکرمه رسول الله علیه السلام چیکار میکردن؟ در این ضلع نماز میخواندن، عادتا رو به این ضلع نماز میخواندن که هم رو به مسجد الاقصی باشد، هم رو به کعبه. وقتی که هجرت به مدینه منوره شروع شد، در مدینه منوره که در شمال مکه قرار دارد، مکه در جنوب است، مدینه در شمال است و قدس در شمال مدینه است، یعنی مدینه منوره بین قدس در شمال است و مکه در جنوب. در مدینه منوره قبله همچنان به سمت مسجد الاقصی بود و می شود جهت کوه احد. یعنی شما در مدینه منوره اگر قرار بگیرید، در مسجد النبی رو به ضلع شمال مسجد النبی میشه کوه احد در شمال مدینه و از اون طرف می رود به شام. دقیقاً 180 درجه خلاف آنچه که فعلا هست، قبله فعلی یعنی مکه و کعبه. رسول الله علیه السلام چون امر الهی بود به سمت مسجد الاقصی نماز می‌خواندند، اما اینجا دیگه نمیشد بین کعبه و مسجد الاقصی جمع کرد. در مدینه نمیشد این کارو کرد، چون که مکه دقیقاً ضلع مخالف قدس بود، یعنی این در جنوب بود و مکه در جنوب بود و مسجد الاقصی یا قدس در شمال. نمیشد که همزمان هر دوتا رو رسول الله علیه السلام داشته باشه. و از طرف دیگری در مدینه منوره ما طوایف مختلف یهود رو داشتیم که یهودیان از دشمنان سرسخت رسول الله علیه السلام در مدینه به حساب می آیند. همه طوایفشون، از بنی قینقاع بگیرید تا بنی نضیر تا بنی قریظه، به ترتیبی که حالا جنگ شد بین اینها وقتی که رسول الله علیه السلام وارد مدینه شد و قبله رسول الله علیه السلام به سمت مسجد الاقصی بود، خوشحال شدن، گفتن که خب قبله ما رو که پذیرفت، حالا که قبله ما رو پذیرفت، کم کم دین و باور و اعتقاد ما را هم خواهد پذیرفت. این رو یهودیان میگفتن. از یک طرف اعلان خوشحالی میکردن که قبله او قبله ماست، از طرف دیگری اینها میگفتن که اگر محمد
صلی الله علیه و سلم. اگر او بر حق است و دین او بر حق است، چرا و ما بر باطل هستیم، پس چرا از قبله ما تبعیت می کند؟ چرا به روی قبله ما، به سوی قبله ما همچنان نماز می خواند؟ چرا قبله ما و او مشترک است؟ تنها چیزی که بین مسلمانان و یهودیان در مدینه مشترک بود همین قبله بود. رسول الله علیه السلام دوست داشتن که قبله تغییر بکنه، یعنی از مسجد الاقصی تغییر بکنه، برود به مسجد الحرام، برود به سوی کعبه، به سوی قبله ابراهیم علیه السلام، اولین خانه‌ای که روی زمین برای عبادت انسان‌ها بنا شده است. و اون محبت رسول الله علیه السلام به مسجد الحرام و خانه کعبه همچنان باقی بود، اما اینجا رسول الله علیه السلام اون محبت خود رو غلبه کرده بود و تابع امر الهی بود، چون امری بود به سمت مسجد الاقصی باشد. مسجد الاقصی رو هم دوست داشت رسول الله علیه السلام، چون قبله انبیای مختلف بود، انبیای بزرگی، انبیای عظیمی به سوی مسجد الاقصی نماز خواندند. قبله موسی علیه السلام بود، قبله عیسی علیه السلام بود، مسجد الاقصی و سلیمان و داوود و دیگر انبیای الهی بنی اسرائیل همه به سمت مسجد الاقصی بود قبله آنها. اما چون می‌خواست یک تفاوتی با یهود داشته باشه، از اونجایی که یهود از مسیر دعوت انبیای الهی به انحراف رفته بودند، همونطور که کتاب جدیدی آمد برای محمد مصطفی علیه السلام، وقتی آنها کتاب قبلی رو به تحریف کشیدن و به انحراف کشیدن، دوست داشت که قبله به سمت کعبه باشد، قبله ابراهیم علیه السلام. از این رو الله متعال قبله رو بعد از مدت 16 یا 17 ماه، یعنی بیش از 16 ماه، حدود 16 تا 17 ماه که از حضور مسلمانان در مدینه گذشته بود، قبله تغییر کرد. قبله از سمت شمال مدینه که جهت مسجد الاقصی بود، بعد از 16 یا 17 ماه تغییر کرد و برگشت به سمت مکه مکرمه و قبله رو الله متعال بنا به علاقه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم طبق آیاتی که اینجا می آید، الله متعال اون قبله‌ای که راضی می ساخت محمد مصطفی علیه السلام رو به ایشان داد و قبله تغییر کرد. قبله تغییر کرد، از مسجد الاقصی جبرئیل علیه السلام آمد و به محمد مصطفی علیه السلام امر کرد که قبله تغییر کرده و نماز رو به سمت مکه مکرمه بخوانید. این اتفاق در لحظه صورت گرفت که مسلمانان برای نماز عصر آماده شده بودند در مسجد النبی. محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سردار و آقای ما منتظر است که نماز رو شروع بکنه به سمت مسجد الاقصی. جبرئیل علیه السلام آمد و فرمود که یا رسول الله، قبله تغییر کرد، از این لحظه به بعد شما به سمت کعبه نماز میخوانید. و از همان ابتدا در معجزه‌ای رسول الله صلی الله علیه و سلم کعبه بهشان نشان داده شد، کعبه رو دیدن، قبله جدید رو مشخص کردن و نماز عصر رو از ابتدا با یارانشان در مسجد النبی به سمت مکه خواندن و به سمت کعبه خواندن. بعد از همین جماعت عده‌ای رفتن به سمت منطقه دیگری در مدینه منوره که به نام حی بنو سلمه معروف است، حی بنو سلمه، و الان در شهر مدینه به نام منطقه قبلتین معروف است و مسجد اونجاست به نام مسجد قبلتین. یکی از صحابه اونجا رفت، نماز عصرش رو پشت سر رسول علیه السلام خوانده بود. آنجا که رفت، عده‌ای از صحابه رسول علیه السلام در اون منطقه داشتن نماز می‌خواندن و 2 رکعت رو خوانده بودن، در حال رکوع بودن به سمت مسجد الاقصی. در اثنای نماز این صحابی آمد و گفت که قبله تغییر کرد و ما در مسجد النبی پشت سر رسول الله علیه السلام به سمت کعبه نماز خواندیم. این صحابه جان برکف، اینهایی که در همین سوره در آیه 137 در متا فرمود فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر دیگران ایمانی به مانند ایمان شما بیاورند هدایت شدن، در جای نماز بدون تردد، بدون اینکه شک و تردیدی در دل اونها ایجاد بشه، بدون اینکه مشکلی برای اونها ایجاد شده باشه، در حالت رکوع بودن همونجا برگشتند 180 درجه دقیقاً برعکس اون جهت شمال برگشتن به سمت جنوب. امامشان آمد و از این طرف جلوی اونها ایستاد، حرکت کردند، طبیعتاً صفا رو تغییر دادن و به سمت کعبه نمازشون رو ادامه دادن و 2 رکعت دیگر رو به سمت کعبه خواندن. و در مدینه منوره این مسجد جو بعدها مسجدی ساخته شد و به نام مسجد
قبلتین معروف است. مسجدی که در یک نماز رو با دو قبله خواندن. اون مسجد رسول الله علیه السلام در اونجا نبودن، چون رسول الله علیه السلام از ابتدا بنا به روایات صحیح نماز عصر رو در مسجد النبی و از قبل از اینکه نماز شروع بشه رو به کعبه خواندن. این اتفاق که در اثنای نماز صحابه برگشتن 2 رکعت رو به سمت مسجد الاقصی خوانده بودن و 2 رکعت رو به سمت کعبه خواندن، در یک نماز 2 قبله داشتن، در منطقه بنو سلمه، حی بنو سلمه اتفاق افتاد و اون مسجد الان در اونجا مسجدی ساخته شده به نام قبلتین که برخی از صحابه رسول علیه السلام اونجا این نماز رو خواندن و فردا نماز صبح خبر به مسجد قبا رسید و اونها در نماز صبح از ابتدا به سمت کعبه نماز خود را خواندند. آیات ابتدای سوره جزء مبارکه دوم الله متعال برای ما در ابتدای جزء 2 از این داستان صحبت می‌فرماید. تا اینجا من آنچه را که عرض کردم مقدمی بود برای اصل این موضوع که آیات مختلفی در این باب ذکر می‌شوند. الان داستان آیات ابتدایی جزء 2 این حکایت است، تغییر قبله. اما قبل از اینکه حکم الهی نازل بشود به تغییر قبله، نکته جالب اینجاست. اولین آیه جزء 2 الله متعال برای ما قبل از اینکه حکم به تغییر قبله بدهد از موضوعی صحبت می‌فرماید که بعد از تغییر قبله اتفاق خواهد افتاد. واکنش دشمنان اسلام از یهودیان، از منافقین و از مشرکین به تغییر قبله، تغییر خواهد کرد قبله. از این بعد مسلمانان دیگر قبله اونها مسجد الاقصی نیست. از این بعد قبله آنها مسجد الحرام است و کعبه است. این تغییر قبله یک سر و صدایی به پا خواهد کرد. قبل از این که الله متعال در آیه 144 یعنی 3 آیه بعد الله متعال حکم به تغییر قبله بدهد، قبل از اینکه حکم صادر بشه الله متعال از تبعات این حکم، بازتاب این حکم در جامعه صحبت می‌فرماید و اینکه برخی خواهند گفت که چرا اینها قبله رو تغییر دادن. اولین آیه جزء مبارکه دوم برای ما می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء این اولین کلمه جزء 2 است. سیقولو به زودی خواهند گفت، سیقولو خواهند گفت. قبل از اینکه حکم نازل بشه قبله تغییر بکنه الله متعال میفهمد ای محمد مصطفی علیه السلام آنچه از اینجا و بعد به تو گفته می شود، حکمی که نازل می شود، مردم درباره این حکم به تو خواهند گفت یقول السفهاء نادانان. سیقول السفهاء انسان‌های نادان، سفیه. سفهاء جمع سفیه هست، سفیه سبک سر، سبک عقل، نادان، جاهل. سیقول السفهاء من الناس عده‌ای از نادانان، عده‌ای از انسان‌هایی که سبک مغز هستند خواهند گفت. چی خواهند گفت؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما ولاهم، چه چیزی اینها رو روی گردان شد، چه چیزی سبب روی گردانی آنها شد. ما ولاهم، چه چیزی منصرف ساخت آنها را، تغییر داد روی آنها را روی گردان کرد. عن از قبلتهم، آن قبله‌ای که التی که کانوا علیها بودن بر آن. چه چیزی سبب شد؟ چرا اینها یک دفعه تغییر قبله دادن؟ این قبله‌ای که بر آن بودن مسجد الاقصی بود، چون در ادامه مسجد الحرام میآید. این قبله قبلی شد، الان دیگه شد قبله قبلی. التی کانوا علیها، قبله‌ای که بودن بر آن. سیقول السفهاء من الناس، عده‌ای از نادانان خواهند گفت ای محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام، عده‌ای به تو خواهند گفت ما ولاهم من قبلتهم التي كانوا عليها. چرا این قبله رو تغییر دادن؟ چرا؟ برای حکم الهی چرا خواهند آورد. یک عده‌ای انسان‌های سبک مغز، سفها نادان،
جاهل. انسانی نادان و جاهل اعتراض خواهد کرد به حکم الله متعال. چرا قبله رو تغییر دادن؟ یهودیان تا دیروز میگفتن خب محمد به سمت قبله ما آمد، نصف راه رو آمده به ما. چون همین که وارد مدینه شد قبله مسجد الاقصی بود. در مکه همونطور که عرض کردم چون رسول الله علیه السلام هم به سوی کعبه نماز میخواند هم به قدس، این اعتراض اونجا انقدر وارد نمیشد. در مدینه چون کلا رو به قدس شد و پشت به کعبه قرار گرفت صف نماز، اینجا یهودیان خوشحال شدن. همین که قبله تغییر کرد یهودیان اعصابشون خراب شد، برنتافتن، اومدن شبهه پراکنی کردن، گفتن که چه چیزی سبب شد که محمد مسجد الاقصی رو که قبله خود قرار داده بود تغییر بده، مسجد الاقصی که قبله انبیای الهی بود. چه چیزی سبب شد که این قبله رو تغییر بده؟ اگر تا به امروز بر مسیر غلطی بوده است، اگر این مسیری که رفته است، اگر این مسیر درستی بوده است، اگر تا الان درست بوده برای قبله انبیا است، طبیعتاً قبله انبیا بوده است، اگر تا به امروز این مسیر درستی بوده است، پس چرا از این مسیر منحرف شد؟ اگر این مسیر تا الان درست بوده، قبله انبیا، مسجد الاقصی و بر حق بوده، پس چرا از این حق منحرف شد به سمت دیگری رفت؟ و اگر منحرف بوده است، بر حق نبوده است، الان راه درست رو پیدا کرده، پس اون نمازهایی که اینها خواندن در مدت حدود 15 سال 13 سال در مکه، 1.5 سال بیشتر از 1.5 سال اینجا، حدود 14.5 تا 15 سال، اگر مسیر درست بوده چرا تغییر داد؟ اگر درست نبوده نمازهایی که تا به حال خواندن چی میشه تکلیفش؟ شبهه است. این شبهه است. شبهه مطرح کردن. یهودیان گفتن که جواب بدید ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها. چی شد یک دفعه شما تا حالا که میگفتیم ما مسلمانان پیروان انبیای الهی هستیم، پیروان موسی هستیم، پیروان عیسی هستیم، ما همه رو دوست داریم، ما به همه ایمان داریم، چرا قبله اونها رو تغییر دادیم؟ این شبهه است دیگه، ظاهرش شبهه است. منافقین گفتن که محمد رو چه شده؟ هر روز یک حکم می آورد، هر روزی یک حکم می آورد، یک روزه میگه این طرف، یک روزه میگه اون طرف. یعنی چه؟ تکلیفتون رو با خودتون مشخص کنید. مشرکین مکه هم که خبر شدند، اونها گفتن که خب محمد باز یک قدم به ما نزدیکتر شد، دوباره برگشت به قبله ما، امروز به قبله ما رو کرد، فردا باور و اعتقاد ما رو هم خواهد پذیرفت. اونها هم به نفع خودشون اومدن این حکایت رو مطرح کردن. شبهه هست دیگه، هر کسی شبهه مطرح میکنه. اعتراض کردن. سیقول السفهاء من الناس. قبل از این که اینها مطرح بکنن الله متعال فرمود که ای محمد مصطفی اتفاقی قراره بیفته، الان قراره قبله تغییر کن و خواهند گفت یک عده‌ای که چه چیزی سبب شد که شما قبله خودتون رو تغییر بدید. تا اینجا در کلمه سفها یک نکته لطیفی نهفته است که همیشه انسان‌های نادان، انسان‌های سبک مغز به حکم الله متعال اعتراض می‌کنند. همیشه هست. انسان‌های نادان همیشه اعتراض می‌کنند. چرا اینطور شد؟ چرا اونطور شد؟ چرا اینطور شد؟ اعتراض به حکم الله متعال کار انسان‌های نادان است. به تعبیر دیگر چرا نادان است؟ خب چرا نادان است؟ شاید کسی سوال بکنه چرا نادان؟ کسی که الله متعال به او عقل داده است، با این عقل خود به خالق عقل خود شکایت میکنه، این نادانی نیست؟ انسان با عقل خودش اعتراض بکنه به کسی که این عقل رو خلق کرده و به او داده است، به خالق عقل خود اعتراض بکنه، این نادانی نیست؟ این حماقت است، این نادانی است. انسان اعتراض بکنه با عقلش به کسی که خودش این عقل رو اصلا به ما داده، این عقل رو آفریده، خدای عقل است، انسان بیاد به او اعتراض بکنه، این نادانی است دیگه. اعتراض به حکم الله متعال نادانی است. انسان به خدای خودش اعتراض بکنه، به پروردگار خودش اعتراض بکنه، این نادانی نیست. چی هست؟
این نادانی است. عجیب است بعضی انسان‌ها پیدا میشن اعتراض میکنن به احکام دین و احکام شریعت، همینطور هر چیزی که با عقل اونها، یعنی با دید اونها، با خواهشات اونها، هوا و هوس اونها، منافع اونها سازگار نبود، اعتراض میکنن به احکام دین. حالا میفهمن اینها انسان‌های نادانی هستند. کسی که به حکم دین، به حکم الله متعال، به حکم رسول الله علیه السلام، به دینداران، به دینداری اعتراض میکنه، این انسان نادانی است. همین آدم‌ها، همین انسان‌هایی که اعتراض میکنند، همین‌ها وقتی که میروند پیش یک طبیب، پزشکی به اونها میگه که آقا شما برای این کاری که پیش من مراجعه کردی، برای این مریضی و این مشکل، این داروی شماست، به این شکل این دارو رو این ساعت این وقت انقدر استفاده بکن، این کارو بکن، این کارو نکن، این چیزها رو باید بخوری، این چیزها رو نباید بخوری، پرهیز بش میده. همین آقا اعتراض نمیکنه به دکتر، به پزشک، میگه که خب حتما یک چیزی میدونه دیگه، دکتر یک چیزی میدونه که من این چیزا رو گفته، پزشک یک چیزی میدونه که من این چیزا رو گفته، خب کارش هست، علم داره، تخصص داره، کار کرده، درس خونده، یاد گرفته و درست میگه، حرفش هم درست است، حرفش درسته. وقتی انسان میره پیش یک پزشک محترمی، متخصصی در یک بالاخره تخصصی از تخصص پزشکی و طب، حرف اون معتبر است، حرفش محترمه، چون درس خونده، کار کرده، تجربه داره دیگه. شما اگه اعتماد نداری چرا رفتی پیشش اصلا؟ همین آقا وقتی که پیش یک مهندسی میره، نقشه‌ای بهش میده، اعتراض نمیکنه چرا اینو این کاری کردی، چرا اون کاری کردی، چرا اینطور کردی. میگه خب اون بهتر از من میدونه، کار کرده، درس خونده، یاد گرفته، تجربه داره، حرفش درست است. اما چی میشه که همین آقا وقتی که میاد به سراغ دین، اون موقع به هر چیزی صغیره و کبیره در دین گیر میده. اون موقع نمیگه که خب بابا این قرآن از کلام الله است، کلام الله، الله خالق آسمان ها و زمین است، خالق آسمان ها و زمین است. خالق چطور میتونه اشتباه بکنه؟ خالق چطور اشتباه میکنه؟ شما به یک بنده‌ای که بالاخره مقداری علم یاد گرفته، درس خونده، تجربه داره، انقدر اعتماد داری که هر چون میگی چشم، بعد به خالق خودش بیاد یک کسی اعتراض بکنه که چرا این کارو کردی، چرا، خب این حماقت هست. نیست حماقت دیگه، شاه خودم که نداره دیگه، حماقت است. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. یک نکته لطیف دیگری هم داره این تعبیر. هر تغییری شما بخواید در زندگی خودت ایجاد بکنی، هر تغییری وقتی که ایجاد بشه، یک عده اعتراض میکنن. برای هر تغییری عده‌ای از نادانان که ناآگاه از حکمت اون تغییرن، از جایگاه اون تغییرن، یا آگاهن ولی حسادت میکنند، به تو اعتراض میکنن. هر تغییر شما در زندگی خودت بیاری، یک عده به تو اعتراض میکنن. هیچ اهمیت نده به اعتراض نادانانی که در مسیر تغییر تو قرار گرفتن. کارت رو بکن. تا وقتی تو تصمیمت رو گرفتی و این تغییری رو که میخوای انجام بدی تغییر درستی است، تحقیق کردی، بررسی کردی، اعتماد داری، اطمینان داری، توکل کن به الله، موتور شروع کن. گوش نکن به این که اون چی میگه، این چی میگه. کسانی که نمیخوان خیر تو رو، کسانی که نمیتونن تحمل بکنن موفقیت و پیروزی تو رو، کسانی که نمیخواهن خیر و صلاح تو رو، کسانی که حسادت میکنند، از روی حسادت نمیخواهند تو پیروز بشی، موفق بشی، تغییری در زندگی ایجاد بشه، یا از روی جهل و نادانی نمیخواهند، فکر میکنن این کاری که تو انجام میدی کار نادرستی است، به هر دلیلی که داشته باشه. هر تغییر اعتراضی داره. اگر میخوای در زندگی خودت تغییر بیاری، بعد این مسیر رو انتخاب بکنی و تحمل بکن. خصوصا در مسیر دین، شما میخوای در یک فضایی یک تغییر ایجاد بکنی، تغییر دینی ایجاد بکنی، یک تحول ایجاد بکنی، یک دگرگونی ایجاد بکنی، اعتراض میکنن بهت. نادانانی هستن که به تو اعتراض میکنن و نمیگذارن که تو کارت رو بکنی. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. چرا؟ چی شد اینا؟ چرا یه دفعه تغییر دادن قبلشون، تا دیروز اون طرف بود، امروز این طرف شد؟ چی؟ شبهه مطرح کردن. الله متعال پاسخ داد. هرچند که آدمای نادانی هستن و شبهه اونها ارزش پاسخ دادن نداشت. هر انسان عاقل میدونه پاسخش. باز هم الله متعال پاسخ میده. قل با آنها بگو ای پیامبر من محمد مصطفی علیه السلام، ای نازنین، لله المشرق والمغرب. بگو قبله یک جهت است دیگه. قبله یعنی چی؟ یعنی یک جهت. ما به یک جهتی روی آوردیم.
بگو مشرق و مغرب، شمال و جنوب. حالا مشرق و مغرب ذکر شده چون معروف ترین جهت ها هستن. مشرق و مغرب معروف تر هستن. طلوع میکنه از مشرق آفتاب و غروب میکنه در مغرب. مشرق، مغرب، شمال، جنوب، راست، چپ، بالا، پایین، اینا همه جهاتی هستن که مالک اینا همه الله متعال است. قل لله المشرق و المغرب. تمام آنچه که دور بر ماست در ملکوت همه ملک الله متعال است. الله متعال صاحب اختیار است. یهدی من یشاء، هر کسی رو که بخواهد هدایت میکنه، الی صراط مستقیم، به سوی راه راست. تا دیروز میفرمود که مسجد الاقصی قبله شماست، ما میگیم چشم، مسجد الاقصی قبله ماست. امروز میفرماید مسجد الحرام قبله شماست، کعبه قبله شماست، ما میگیم چشم، کعبه قبله ماست. اگر به فرض حکم سومی می آمد، قبله دیگری انتخاب میشد، باز هم مسلمانان به همون سرور میکردن. در آیه 115 همین سوره خوانده فانما تولوا فثم وجه الله، هر طرفی را که به اذن الله متعال شما رو کنید همون قبله الله متعال است، همون طرف مورد رضایت، همون جهت مورد رضایت الله متعال است. دین اتباع از الله و رسول اوست. قبله رو تا دیروز الله متعال فرمود که مسجد الاقصی، امروز میفهمند مسجد الحرام، چشم، مسجد الحرام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. مؤمن این است. الله متعال میفهمد در 36 سوره احزاب، شایسته هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی نیست وقتی که حکم الله و رسول در یک موضوعی مشخص می شود خود را در انجام و یا عدم انجام آن حکم مختار بداند. منها من ببینم، فکر بکنم، ببینم با منافع من، با خواسته من سازگار هست یا نیست. نه، اینطور نیست. هر چیزی که الله متعال فرمود همون است. در سوره مبارکه نور میفرماید که انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم. کلام مؤمنان، انما كان قول المؤمنین اذا دعوا، وقتی که دعوت میشوند به سوی الله و رسولش، لیحکم بینهم، تا حکم کنند در یک موضوعی برای آنها، این است که یقولوا سمعنا و اطعنا، میگویند که شنیدیم و اطاعت کردیم. مؤمن تابع امر است. هر چیزی که الله متعال فرمود، هر چیز پیامبرش فرمود همین است. تمام. دین هست دیگه. دین همین است. دین یعنی اینکه هر چی که الله تعالی فرموده، امروز فرموده حلال است، فردا میفرماید حرام است. تمام. حلال است، حرام است. دین همین است. دین همین است. دین اطاعت از الله و رسول است. حتما یک حکمتی در برای او هست و برخی از این حکمت رو الله متعال نقل میکنه برای ما. برای اینکه من حکمت ها را ندانم، خب الله حکیم، فعل حکیم خالی از حکمت نیست. الله متعال خودش حکیم است و فعل حکیم خالی از حکمت نیست. حتما یک حکمتی در آنچه که به ما امر کرده دارد، ولی اینکه من ندانم. همونطور که شما وقتی پیش پزشک میری میگی خب پزشک حتما یک چیزی میدونه دیگه، این دارو رو من داده. من که نمیدونم این دارو چی است. این شربتی هست، قرصی هست، آمپولی هست، هر چی هست، من که نمیدونم چی است. اما اون حتما یک چیزی میدونه دیگه. درس خونده. خب وقتی که پزشک یک چیزی رو میدونه و واقعا هم همینه، میدونه دیگه. منکر این نیست، میدونه. خب الله متعال که خالق من تو است، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا اون ذاتی که خلق کرده من و تو رو از صفر، از هیچ چی، از یک نطفه من و تو رو وجود آورده، اون نمیداند که چی به درد من میخوره، چی به درد تو میخوره؟ الا یعلم من خلق. آیا اون ذاتی که خلق کرده نمیداند؟ وقتی که ثابت شد حکم الله و رسول در یک موضوع چی هست، خب تمام. الله که حکیم است، رحیم است، عادل است، عدل است، ظلم نمیکنه به کسی، اشتباه نمیکنه، مهربان ترین مهربانان است، عالم ترین عالمان است. خب او چرا نباید من حکمش رو بپذیرم؟ همین که اون امر کرده تمام دیگه، برای من کافی است. همین که او فرموده برای من کافی است. این و ما قدر الله حق قدر. یکی از مشکلات ما متاسفانه اینه که الله رو اونگونه که باید بشناسیم نشناختیم. حق شناخت الله متعال اونطور که باید باشد، اون حق رو ندادیم به الله متعال. الله متعال خالق من است، بهترین است، اشتباه نمیکنه، فرمود تمام همین است. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. هر کسی رو که بخواد توفیق میدهد. یهدی اینجا معنای هدایت توفیق است. هر کسی رو که الله متعال اراده بکنه در وجود او این خیر رو ببینه. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الله متعال میفهمد هر کسی که خواهان رضایت الهی باشد او رو هدایت میکنه الله متعال. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هر کسی که در مسیر راه من قرار بگیرد، تلاش بکنه، من اون رو به مقصد میرسانم. حرکت باید باشه. الله متعال وقتی که میبینه در وجود یک بنده ای اون عجز رو، اون خاکساری رو، اون تمایل رو، اون اخلاص رو،
اون تلاش رو برای یافتن حقیقت به حرکت میکنه، او رو نشان میده، توفیق میده بهش، میکشونه میاره سمت خودش. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، به راه مستقیم. صراط مستقیم که ما در سوره مبارکه حمدم داریم، اهدنا الصراط المستقیم، هر روز از الله متعال در هر رکعت نماز میخوایم ما رو به راه راست هدایت بفرماید. اینجا الله متعال میفرماید راه راست این است. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. صحبت از چیست؟ صحبت از تغییر قبله است، از مسجد الاقصی به مسجد الحرام، به مکه. یعنی چی؟ یعنی همه کسایی که به سمت مسجد الحرام نماز میخوانند، مسلمانان، اینها راه راست رو یافتند. صراط مستقیم راه چی است؟ راهی که این آیه در بحث قبله است، دیگه تغییر قبله است. ما ولهم من قبلتهم التي كانوا عليها. چی شد که قبله رو تغییر دادن؟ قبله مسجد الاقصی بود، شد مسجد الحرام، قبله جدید. در بحث قبله جدید الله متعال میفرماید یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. صراط مستقیم کجاست؟ کعبه است. صراط مستقیم اون مسیری است که شما نماز میخونید به سمت کعبه. صراط مستقیم راه محمد مصطفی علیه السلام است. قبله اوست کعبه، همون راه ابراهیم علیه السلام، همون جایی که ابراهیم علیه السلام آمد، همون خانه‌ای که ابراهیم تجدید بنا کرد، همون جایی که مقام ابراهیم است، همون جایی که زمزم اسماعیل فرزند ابراهیم است، همون جایی که صفا و مروه هاجر همسر ابراهیم است، همون جایی که جمرات یادگار ابراهیم و اسماعیل است، همون جایی که عرفه و منات و مزدلفه یادگار ابراهیم و خاندان ابراهیم است علیه السلام. صراط مستقیم راه محمد مصطفی علیه السلام است و یاران او. در همین آیه 137 هم داشتیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر دیگران ایمانی مانند ایمان شما صحابه پیرو محمد مصطفی علیه السلام آوردن، هدایت شدن. هر کسی که میخواهد هدایت بشود، کعبه، احترام به کعبه، نماز خواندن به روی کعبه، به سوی کعبه، مشارکت در مراسم حج، احترام به حج، ایمان به حج، باور به مسلمانی اسلام، این راه مستقیم است. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. صراط مستقیم کجاست؟ کعبه است، حج است، نماز است، ابراهیم علیه السلام و توحید است، محمد مصطفی علیه السلام است. در ادامه الله متعال میفرماید و کذلک جعلناکم امة وسطا. و این گونه، و کذلک، و همچنین، همون طوری که من الله با عظمت برای شما بهترین قبله رو انتخاب کردم که کعبه است، که یادگار ابراهیم است، که اولین خانه است که روی زمین بنا شده است، همونطور که بهترین قبله رو برای شما قرار دادم. و کذلک جعلناکم امة وسطا، شما رو یک امتی قرار دادم وسط، امة وسطا. وسط ما در فارسی این کلمه رو استفاده میکنیم، کلمه وسط. الله متعال اینجا ما رو امت وسط مینامد. امت وسط، امت محمد مصطفی علیه السلام یک امت وسط است. وسط در فارسی هم استفاده میکنیم به معنای میانه. وسط یعنی چی؟ یعنی میانه. در وسط یک شی یعنی میان یک شی. امتی میانه. وسط الوادی در عربی اون قسمت وسط دره رو میگوین که وسط دره که هم آب بیشتری دارد هم سرسبزی بیشتری دارد. وسط یکی از معانی وسط این است: میانه، میانه و میانه رو، اعتدال. امت وسط، امت میانه، امت معتدل، اعتدال. اعتدال، عدل یعنی وسط. عدل ضد ظلم است. ظلم یعنی چی؟ یعنی قرار دادن یک شیئی در غیر محلش. عدل می شود قرار دادن یک شیئی در مکان خودش، در مکان مناسبش، در وسط. وسط به معنای میانه، به معنای میانه روی، معنای اعتدال. معتدل، ما میگیم هوا معتدل است. معتدل هم از عدل گرفته شده. معتدل است یعنی چی؟ یعنی که نه خیلی سرده نه خیلی گرم، وسط. عدل همون وسط می شود. و رسول الله علیه السلام در حدیثی برای ما این آیه رو فرمود: وسطا یعنی عدلا، یعنی معتدل، میانه رو. امتی میانه رو، امتی معتدل هستیم ما، نه اهل افراط نه اهل تفریط. الله متعال میفهمد شما مسلمانان یک امت میانه روی هستید، نه تند روی دارید نه کند روی، نه افراط نه تفریط. ما در بحث اعتقادمان درباره مثلا انبیاء الهی، ما نه به مانند یهود اعتقادمان نسبت به انبیاء الهی انقدر بد است که دشمنی دارن با انبیاء الهی، بعضی‌ها را نعوذ بالله بلد زنا می‌دانند به مانند عیسی علیه السلام، و برخی‌ها را جادوگر بنان به مانند سلیمان علیه السلام که ذکرش در آیات گذشته است، و برخی رو کشتن.
بسیار از انبیای الهی رو کشتن. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون. علی متعال درباره یهودیان فرمود هر وقت پیامبری آمد با هوا و هوس شما سازگار نبود سخنانش، عده‌ای رو تکذیب کردید، عده‌ای رو هم کشتید. نه به این رفتار افراط‌آمیز، نه انقدر یا بگیم تفریط، حالا نه انقدر بی حرمتی، بی احترامی نسبت به انبیا، نه اون افراط نسبت به انبیا در بین مسیحیت که عیسی علیه السلام رو خدا درست کردن. و قالت النصارى المسیح ابن الله. مسلمانان در بحث اعتقادشون نه اون افراط مسیحیان رو دارن که مثلا مثل عیسی علیه السلام رو، مریم علیه السلام رو با خدا درست بکنه، و نه به مانند یهودیان که اینطور انبیای الهی رو بیایند و بی حرمتی بکنن. این یک نمونه است. مثلا نه به مانند یهودیان اونقدر تشدد در بحث‌های دینی دارن و افراط در مسائل دینی، نه به مانند مسیحیان که اینطور ول کردن همه چیز رو، هیچ چیز حرام به پیش اونها وجود ندارد در احکام. نه افراط است نه تفریط است. امت مسلمان در مطابق میفهمند شما امت میانه و معتدلی هستید. از ویژگی‌های این امت این است که در اعتقادشون میانه هستند، در اعمالشون میانه هستند، در رفتارشون میانه هستند، در اخلاقشون میانه هستند و معتدل هستند. افراط و زیاده روی نمی‌کنند. امت اسلامی امت زیاده رو نیست، امت افراطی نیست. امت وسط چی است؟ وسطیت چی است اصلا؟ اعتدال چی است؟ اعتدال حکم الله و رسول است. اتباع از الله متعال، آیات قرآن کریم و سنت محمد مصطفی علیه السلام این اعتدال است. جعلناکم، اولین مخاطب این آیه کی بوده است؟ جعلناکم، شما صحابه بودن. یعنی فعل صحابه، عمل صحابه و آنچه که از محمد مصطفی علیه السلام یاد گرفتن، سنت محمد مصطفی علیه السلام، قرآن کریم، قرآن و سنت می شود اعتدال. حالا هر کسی که از این خارج شد یا به افراط میرسد یا به تفریط میرسه. یک عده متاسفانه، یک عده خیلی دچار افراط شدن در احکام دینی، تشدد بیش از حد، انقدر تشدد کردن به خشونت و به تکفیر و به قتل و به کشتار مسلمانان دست دادن. یک عده دچار تفریط شدن، همینطور دیگه چنان شغل گرفتن همه چیز رو، مسائل دینی رو چنان شغل گرفتن که از دید اینا هر کسی مسلمان است. یهودی هم مسلمان است، مسیحی هم مسلمان است، یهودی هم موحد است، مسیحی هم موحد است. هر کسی فقط یه خدای قبول داشته باشه دیگه مهم نیست که میره بهشت هر کسی به واسه بهشت میشه. مسیحی هم بهشت میره، یهودی هم بهشت میره، هر کسی به بهشت میره. خدا به عبادت‌های ما نیازی نداره، خدا به نماز روزه ما نیازی نداره. حجاب چه نیازی است تو سرت بپوشونی، دلت پاک باشه. این از این طرف بام افتادند. یک عده از اون طرف بام افتادن. یک عده زیاد جلو رفتن افتادن، یک عده زیاد عقب رفتن افتادن. هر دو گروه افتادن. الله متعال میفرماید جعلناکم امة وسطا. شما یک امت میانه روی هستید. نه اهل افراطید نه اهل تفریطید. امت اسلامی نه اهل افراطت نه اهل تفریط است. این رو یادمون باشه. کسانی که اهل تفریطند، کندروی میکنن، خیلی شل گرفتن، انسانهای معتدل رو، امت وسط رو متهم میکنن به تندروی. میگن شما انسانهای افراطی هستید. و انسانهایی که افراطی هستند، تند میروند، افراط کردند، زیاده روی کردند، اونها باز متهم میکنن کسانی رو که امت وسط هستند به کندروی. میگن شما دیگه خیلی ول کردید. نه آن نه این، حد وسط. جعلناکم امة وسطا. ما امت وسط هستیم. حتی در عبادت ها الله متعال دوست ندارد که بنده تمام حلال ها رو بر خودش حرام بکنه. صبح تا شب بشینه فقط روزه بگیره، شب تا صبح بشینه فقط تهجد بخونه، نه ازدواج بکنه، نه از لذت هایی که الله متعال حلال قرار داده استفاده بکنه، نه تفریح داشته باشه، نه سیر و سیاحتی داشته باشه، نه لباس مناسبی بپوشه، نه غذای مناسبی بخوره. این هیچ کدوم. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. بگو کی حرام کرده اون چیزی رو که الله متعال حلال کرده؟ طیبات، حلال، روزی های پاک، خوراکی های پاک، نوشیدنی های پاک، لباس های پاک، تفریحات سالم. الله متعال میفهمه شما یک امت میانه هستید، امت وسط هستید. ما بین جمع کردیم بین دین و بین دنیا. نه دنیا رو کلا هدف کلی خود قرار داده ایم که فقط دنیا، فقط دنیا، فقط دنیا، و نه فقط دین است که فقط دین. اون تعبیری که برخی
از غارنشینان از دین معرفی کردن. رهبانیت قرآن میفرماید و کسانی که یهودیانی که صومعه نشین بودن، مسیحیانی که صومعه نشین بودن و عده‌ای متاسفانه به نام اسلام هم این کارا رو میکنن. البته الان میفرماید اینها نیستن. امت وسط اینها نیستن. جمع بین دین و دنیا. هر عملی در دنیا که برای آبادانی دنیا است، برای تلاش است، برای رزق است، برای روزی است، عبادت است. دین تنها نماز روزه نیست. کار عبادت است، تلاش عبادت است، تحصیل علم عبادت است، اخلاق عبادت است، نظافت عبادت است، عمران و آبادانی زمین عبادت است، کمک به دیگران عبادت است. زندگی سر تا سرش دین است، عبادت است. فهم درست دین این مهم است. دین این نیست که ما فقط نماز بخونیم، روزه بگیریم، زکات حج، فقط این نیست. نه، این نیست. اخلاق عبادت است. تبسم که فی وجه اخیک صدق. رسول الله علیه الصلاه و السلام فرمود همین که شما در صورت برادر مسلمان خودتون یک لبخند میزنید صدقه است. این عبادت است. اخلاق جزئی از دین است. بخش بزرگی از دین است. همه اینها جزئی از دین است. ما هم دین رو داریم، هم دنیا رو داریم. دنیا و دین رو با هم جمع میکنیم. دین نیامده تا دنیا رو برای ما حرام بکن. نه. و این هم نیست که ما فقط در دنیا باشه، اصلا فراموش بکنیم که آخرتی هست. جعلناکم امة وسطا. ما یک امت میانه هستیم، امت وسط هستیم. و کذالک جعلناکم امة وسطا. یکی دیگر از معانی وسط این است که الله متعال برای ما اینجا میفهمد که شما امت برتر هستید، بهتر هستید. وسط کسی که در سلسله نسب مثلا در عرب نسب بالایی داشته باشه میگن که اوسطهم نسبا، بالاترین نسب رو داره. این رو میگن بهترین نسب. یعنی شما بهترین امتی هستید که الله متعال آورده است. و این معنی رو در آیه 110 سوره مبارکه آل عمران داریم که تایید میکنه این معنا و برداشت رو. که آنجا الله متعال میفرماید کنتم خیر امة اخرجت للناس. شما بهترین امتی هستید که الله متعال آفریده است. چرا؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. امر معروف میکنید با معروف و نهی از منکر میکنید با غیر منکر. و یعنی اینکه برای شما مهم است دور بر چی میگذره. بی توجه نیستید به خودتون و زندگی اطرافیان خودتون. شبیه همین محتوا رو ما در آیه 139 سوره مبارکه آل عمران هم داریم که الله متعال میفرماید که شما ولا تهنوا ولا تحزنوا، ناراحت نشوید، سست نشوید، اندوهگین نشوید و انتم الاعلون، شما بهترین هستید این کنتم مؤمنین، اگر ایمان رو به صورت کامل در زندگی خود بیاورید. بهتر بودن امت مشروط به عمل صالح است، به ایمان است، به عمل است، مشروط است. به این معنی نیست که یعنی شما عمل بکنید، اینطور نیست که عمل صالح نکنید و بهترین باشید. نه، مشروط است به عمل صالح و مشروط است به اینکه انسان عمل صالح رو انجام بده. و کذالک جعلناکم امة وسطا. الله متعال میفهمد که من شما رو امت وسط قرار دادم. دو معنی میشه امت وسط. یکی معنی امت وسط این هست که ما امت وسط هستیم به این معنا که ما بهترین هستیم، به شرطی که گفتم این بهترین بودن مشروط است به چی؟ مشروط است به اینکه انسان عمل بکنه، نه اینکه عمل نکند. و دوم این است که امتن وسطا یعنی اینکه امتی هستید که شما میانه رو هستید، امت معتدلی هستید. و جالب است که این کلمه، خود همین کلمه امت وسط، کلمه وسط در ترتیب آیات سوره هم اگر نگاه بکنیم، سوره مبارکه البقره 286 آیه دارد، 286 آیه دارد. اگر شما اون رو نصفش بکنید وسط سوره کجا میشه؟ وسط سوره بقره که 286 آیه دارد میشود 143. یعنی شما 286 رو نصف کنید، 200ش میشه 100، 80ش هم میشه 40، 6ش هم میشه 3، میشه 143. یعنی دقیقاً یک نظم زیبایی هم در این موضوع وجود داره در این سوره که الله متعال برای ما وقتی که صحبت از اعتدال میکنه، از وسطیت میکنه، از حد وسط میکنه و از حد میانه میکنه، خود این کلمه وسط هم در وسط سوره بقره آمده است. این دقیقاً آیه وسط هست. این آیه 143 میشه میانه سوره بقره، نصف سوره بقره میشه، وسط میشه. الله متعال برای ما در وسط سوره بقره صحبت از یک امت وسط میکنه. و اگر این رو در نظر بگیریم که سوره مبارکه بقره برای ما صحبت است، یکی از اهداف اصلی سوره مبارکه بقره بحث استخلاف انسان روی زمین هست، خلافت انسان روی زمین، اون موقع بهتر متوجه میشیم که الله متعال در سوره مبارکه بقره که صحبت از خلافت انسان روی زمین دارد، امت وسط رو در وسط این سوره برای ما معرفی کرده است. آن امت که هستند پیروان محمد مصطفی علیه الصلاه و السلام،
امت میانه رو که نه اهل افراطن و نه اهل تفریط هستن. من دوست داشتم که این آیه رو با بقیه مفاهیمی که در این آیه باقی مانده تا آخر با شما عزیزان در این برنامه پیش بریم، اما وقت یاری نخواهد کرد. همینقدر اکتفا میکنیم. فقط تعبیر اول این آیه رو به همراه شما سروران رفتیم و بقیه این آیه رو به همراه شما سروران در قسمت دیگری بررسی خواهیم کرد، چون نمیخوام که حق مطلب نادیده گرفته بشه و نکات مهمی هست که بعد به اون اشاره بکنیم. به همینقدر اکتفا میکنیم. از الله متعال میخوایم که من و شما فهم صحیح دین رو نصیب بفرماید و این توفیق رو بده که جز این امت وسط باشیم. اعتدال، میانه روی، نه افراط کنیم نه تفریط داشته باشیم، نه تند بریم نه کند بریم، نه خیلی شل بگیریم همه چیز رو، نه خیلی سفت و سخت بگیریم آن چیزی رو که سخت نگرفته دین. دین حد وسط است، نه خیلی شل گرفتن نه خیلی سخت گرفتن. جاهایی که دین سخت گرفته باید سخت گرفت، جاهای دین سخت نگرفته نباید سخت گرفت. متاسفانه مفاهیم واژگون شده برای ما. خیلی جاها اولویت ها جابجا شده. مسائلی که باید مهم باشه و باید جدی بگیریم اصول هستن، باور هستن، اعتقاد هستن و نکات کلی هستن و نکات بسیار کلیدی و مهمی هستن. اونها رو بسیار ساده از کنارش رد میشه و نکاتی که زیاد سخت نیستن، جزء فروع هستن، جزء اصول نیستن، جزء نکات خیلی مهم نیستن، جزء فرایض نیستن، جزء واجبات نیستن، سنت ها هستن، مستحبات هستن. اینها رو چنان سخت میگیریم و چنان سفت میگیریم که متاسفانه سبب رانده شدن بسیاری از عزیزان میشه. بسیار نکته مهمی است، خصوصا عزیزانی که در میدان دعوت هستن. این نکته رو بسیار باید مد نظر قرار بدیم. ما یک امت معتدل هستیم، یک امت میانه هستیم و موضوع بحث امت وسطا، شما رو الله تعالی فرمود بهترین امتی هستید که آمدید امر معروف میکنید و نهی از منکر. امر معروف باید با یک معروفی باشد، نهی از منکر نباید با یک منکری باشد. یکی از نکاتی که بسیار بسیار ما به اون نیازمند هستیم شناخت معروف و شناخت منکر است. چی معروف است، چی منکر است. سپس مرحله بعدی چطور امر معروف بکنیم با حکمت، با موعظه حسنه، چه جای مناسب است، چه زمانی مناسب است، چه مکانی مناسب است برای این کار، چه لحنی داشته باشیم، چگونه رفتار بکنیم، منکر رو چطور شناسایی بکنیم، چطور منکر رو جلوگیری بکنیم، با منکر چطور رفتار بکنیم، چطور با منکر مبارزه بشود. اینها نکاتی است که نیاز داره که ما اینها رو یاد بگیریم و نمیشه که آدم کسی این چیزا رو بلد نباشه و در این میدان وارد بشه و خدای نکنه سبب آزرده خاطر شدن و یا تنفر افراد از دین مبین اسلام بشه. ما همینقدر اکتفا میکنیم تا دیدار دیگر هم شما سروران بالا میتونم میسپارم. الله یار و نگهدارتون. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.